سلام. گفتم یه ویدیو بگیرم در رابطه با یک روز از یک استاژر دندون پزشکی که چی میشه صاف تاشم. و خب هر سوالی داشته باشین، اگه دوست دارین دندون پزشکی بخونین، به دندون پزشکی علاقه دارین، قطعا که کسایی که نمیخوان دندون پزشکی بخونن و یا دو به شکن بین رشته‌های دیگه و دندون پزشکی، علاقه کسی به دندون پزشکی مخصوصا به صدای آیراتور ندارن. ولی گفتم که این ویدیو رو بگیرم. اگه خودتون دوست دارین بدونین که یک روزه یه استاژ دندون پزشکی چجوریه، لذتشو ببرین، و یا اگه فکر میکنین کسی دیگه ای دوست داره و یا سوالی تو ذهنشونه، این ویدیو رو براشون بفرستین. اولین مرحلهش همیشه قهوه است، مخصوصا اگه بارون بیاد. باید روز رو اینطوری شروع کرد دیگه. اینطوری شروع میشه با یه قهوه توی روز بارونی، بعد میریم کلینیک. من رسیدم کلینیک. اینطوریه، هر کسی باکس و یونیت خودشو داره و یه سیستم داریم اونجا اطلاعات بیمار رو وارد میکنیم، همه کارهایی که انجام میدیم، کارهایی که نیاز داره، همه کارهایی که انجام شده، همه چیز اونجاست. عکس رنتگن یا عکس همین پانورامیک دندونش، و حالا که نیاز باشه عکسای دیگه هم بخواه، همش همونجا داخل سیستمه. و از همین چیزایی که نیازه برای بیمار انجام بشه، یه دونه برگه هم دست خود مریض هست، یعنی خودش کاملا در جریانه که چه کارهایی انجام بشه و چه کارهایی نیاز نیست. بعد و نکته جذاب، مخصوصا حالا کسایی که دوست دارن این رشته رو بخونن، استاژر همون اینترن خودمونه. تا اونجایی که من میدونم کلمه فرانسویه، ولی خب حالا اینام به زبون ترکی میگن استاژر میگن اینام در واقع. آره دیگه همین. و اینم یونیتمون. و فرقش اینه که مثلا حالا کسایی که بیرون کار میکنن به عنوان دندون پزشک، فرقش اینه که خب ما هم اینجا حالا اسیست داریم، یه رشته هم هست اسیست دندان پزشکی که اون 2 ساله است. اونا میان کمک ما و اسیست ما هستن، ولی مثل بیرون نیستش که فقط ما بشینیم همه چیز آماده باشه. ما وقتی که میایم باید همه چیز رو بگیریم، حتی وسایلمون رو مثلا از استریل میگیریم، خودمون آماده میکنیم و بعد مریض رو میگیریم. اینم فرقشه. حالا سال 4 و 5 اینجوریه دیگه بعدش خب دیگه خیلی راحت تره و کارا بهتر قرار پیش بره. اینجا که دارن کار انجام میدن بچه‌ها، و یا مثلا من بخوام خدا شکر من الان مریض ندارم و میتونم ویدیو بگیرم. مثلا الان اینجا که نشستن بچه‌ها دارن کار انجام میدن، مرحله به مرحله متخصص بالا سرشون کارشون رو چک میکنه. بخش بغلمون که جراحیه و بخش اونورتر که پروتزه، متخصصای پروتز اونجا تو بخش جراحی چند تا جراح بالا سر بیمارا هست و ما که کار انجام میدیم مرحله به مرحله چک میکنه، کارا رو هندل میکنه و فقط بیشتر در حد نظارت روی درستی انجام کار دارن و در آخرش امضای کار رو بهمون میدن. آقا تو چه هوایی هم دارم ویدیو میگیرم ها. به به بریم یکم بچرخیم تو کلینیکا رو. این بخش اندوه. بعد جلوش هم یه جایی که هستش اتاق عکس برداریه، به خاطر اینکه شما وقتی داری کار با ریشه انجام میدی، خب ریشه رو که نمیتونی ببینی داری چی کار میکنی، به خاطر این دائما باید مریض رو ببری اینجا عکس بگیری
و توی همین بخش هم مثل بخش‌های دیگه یه اتاق هست که متخصصای اندودونتیکس نشستن توش و بذار اتاق عکس برداری هم نشون بدم. این شکل. یه الان طبقه 1 تازه از کلینیک. این دریه که میره به سمت دانشگاه. اونور دانشگاه، اینجا باید کارتمون رو بزنیم بعد بریم سمت دانشگاه. بخاطر همین مثلا هر کسی نمیتونه الان از این در همیشگی رد بشه بره سمت دانشگاه، چون همینطوریش هم برای ورود به دانشگاه از همه کارت شناسایی میگیرن و کارت مهمان بهشون میدن. حالا نمیدونم نزدیک عید ماه اینا نیستن که. آقا کارم الان تموم شد، ساعت 3:30 و الان اومدم یه چیزی بزنم و برم که به کارهای دیگم برسم. امیدوارم امروز حال کرده باشین، چیزایی که دوست داشته باشین راجع به کلینیک بدونین به دردتون خورده باشه. هر سوالی هم دارین از من بپرسین. فعلا